خب دوستان، حتما خاطرتون باشه که میتونین از وارنیش استفاده کنین برای اینکه محکم کاری بعد از اتصالات خیلی بهتر از نوار لنت یا نوار چسب هستش. خب ببینین این نول مشترک هست. بذارین زومش کنم شما بتونین ببینین. این برای نول مشترک دستگاه هستش. این ال به خاطر ورودی فاز دستگاه ماژول هست و اوت هم خروجی فاز به سمت تغذیه پریز برقمون، چند راهی برقمون هستش. یعنی چی؟ یعنی این سیم اوت زرد رنگ میاد وصل میشه به این که من زدم، وارنیشش هم زدم، لحیم کارش هم کردم، وصلش میکنیم به یکی از قسمت های کانتکت های پریز. یه وارنیش سوار قسمت فاز ورودی میکنیم و اون رو با سیم قرمز ماژول یا همون ال میبندیم. یه راه بستن لحیم کاری کردن سیم های رشته ای این روش هستش که اینطوری اینا رو میتونیم تو در تو انجام بدیم و اینطوری به هم بپیچیم. دقت کنیم که برای این کار حتما باید لحیم کاری انجام بشه و یه مقداری روغن لحیم برمیداریم و حسابی آغشتش میکنیم. بسیار خوب. خب الان سیم لحیممون رو میاریم و شروع به لحیم کاری میکنیم. اجازه بدیم من اینو زوم کنم شما بهتر ببینید. خب
خب این یه مقدار اتصالش بزرگ شد، من وارنیش بزرگتر زدم بهش برای اینکه مطمئن شم تمام رشته ها با سیم قل اندود شدن، واسه همین از وارنیش بزرگتر استفاده کرد. الان نوبت میرسه به نول مشترک سیستم. همونطور که میبینین این سیم ان ماژول میاد به سیم زرد رنگ چند راهی که از کلید منشعب شده و وقتی که این میره روی یک، نول باز میشه مسیرش به مدار کانتکت های چند راهی، از اونجا هدایت میشه به مسیرش و جریان تو مسیر مدار بسته جاری میشه. خب باید اول تستش کنیم مدارمون رو. خب من اینو به برق زدم، الان کلیدمون روی صفره. کلیدمون رو روشن میکنم. تو این قسمت مواظب برق گرفتگی هم باشین. ببینید معمولا 1 ثانیه قرمز میشه و بلافاصله زرد میشه. بسته به تایمینگی که ماژولتون داره، برای من حدودا 3 دقیقه است. صبر باید بکنم تا رله عمل بکنه. خب در این زمان انتظار من خدمت شما عرض کنم که ببینین سیم آبی که از برق شهر می اومد، این وارد این قسمت کانتکت های پریز شده، با سیم زرد رفته به کلید، از کلید با سیم زرد خارج شده و من بستمش به سیم مشکی ماژول که همون سیم ان هستش، نول مشترک سیستم. سیم سیاه رنگ مشکی رنگی که از برق شهر اومده، سیم فاز شهر. ببینید اجازه بدین فازمتر رو نشونتون بدم. فازمتر رو روشن میکنه. باید شما سیم برق شهر رو بشناسید. ببینید فازمتر روشن میشه. الان قشنگ معلومه. ببینید فازمتر داره روشن میشه. من انگشتم رو میذاشتم برمی داشتم که شما قشنگ متوجه بشید. اومده بستمش به سیم قرمز رنگ یا همون L، یعنی ورودی فاز ماژول محافظ برقمون، که این میاد داخل مدار. هم برای عملکرد مدار احتیاج به فاز داره، واسه همون مستقیم میاد داخل مدار و بعد از اینکه تایمینگ انجام شد و اگر نوسان ولتاژ زیاد یا کم نبود، چراغ سبز وقتی روشن شد، این رله برق رو آزاد میکنه تا از طریق فاز خروجی، یعنی این سیم زرد رنگ ماژول که اوت نوشته توی این مدار و فازمتر هم هنوز روشن نمیشه. فازمتر رو نشونتون بدم. ببینید اینو که این سیم که میزنم هنوز فازمتر رو روشن نمیکنه. بعد از اینکه جریان برقرار شد، این روشن خواهد شد فاز. به همین شکل نشونتون خواهم داد. این سیم زرد اومده و وصل شده به این سیم سبز. سیم سبز هم لحیم شده به
این قسمت کانتکت بردم تا ما بتونیم مدار بسته داشته باشیم. خب اصولا تا چند ثانیه دیگه باید جریانمون رو وصل داشته باشیم. خب ببینید الان نورمال نوشته، اگه قرمز بود های ولتاژ یا لو ولتاژ بود، زردم یعنی تایمر. ببینید الان خروجی دستگاه من سیم زرد، ببینید از این گوشه معلومه فازمتر رو روشن میکنه. به این قسمت فازمتر اگه توجه کنین ببینین که روشن میشه. دقیقا از اونجا روشن میشه. و الان اینجا هم من فاز دارم، میبینین اینم که وصل به نول دستگاه، نول مشترک دستگاه. پس ما تایمرمون درسته و میتونیم وارنیشامون رو تکمیل کنیم. قبلش حتما یادتون باشه که جریان برق رو قطع کنیم. حتما همیشه نکات ایمنی رو رعایت کنیم تا دچار دردسر و آسیب دیدگی نشیم. خب وارنیشامون هم به این ترتیب میبندیم که برای سیمای نازک وارنیش نازک استفاده میشه به این شکل. و فندک طوری که حرارت آتیش فندک به مدارمون آسیب نزنه و یه مقدار حرارت گیری این وارنیش خودشو جمع میکنه. اتصال ما قشنگ ایزوله میشه. وارنیش کاریمون هم انجام دادیم. من برای اطمینان خاطر چون میبندم در این جعبه رو میخوام سرشون رو هم بسته نگه دارم که احیانا اتصال مستقیم به وجود نیاد بینشون. حالا این هم بسته است. به این حالت اینا رو میبندیم. خب دوستان قاب ها با هم فرق میکنن. من حالا خیلی تر و تمیز کار نکردم، خیلی برام مهم نبود. من روی این قاب محافظم رو با هویه چند تا سوراخ زدم. شما اگه حوصله داشتین میتونین با دریل نمره 2 یا 3 آهن برد، نه دیوار، ببخشید مته سوراخکاری آهن، میتونین قشنگ اندازه بگیرین فاصله این چراغ ها رو، LED ها رو. من حدودی یه اندازه گرفتم و زدم که بتونم از حال مدارم مطلع باشم. شما هم میتونین کار رو بکنید. اگر از این سر فیش ها هم که برای ایمنی بیشتر هستند، اینا نسوز هستن، معمولا یه حالت پلاستیک خشکه‌ای دارن، حتما اینا رو جا بزنین.
ضریب اطمینان کار با وسایل برقی رو میبره بالا و میبندیم. خیلی ممنونم از توجه شما، امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. اگه سوالی چیزی بود تو کامنت بفرمایید و اگرم مفید بود براتون حتما شیر کنیم برای دوستاتون و لایک کنیم ویدیو رو تا یوتیوب منو بیشتر براتون نشون بده و منم بیشتر انگیزه پیدا کنم تا ویدیوهای تعمیرات لوازم رو توی خونه واسهتون بذارم. خیلی ممنونم، به امید دیدار.